دوستان عزیز، امروز با شما هستیم با آموزش دیگه‌ای که قلمه زدن شمشاد رو میخوایم بهتون آموزش بدیم. یعنی از طریق همین شمشادا رو شما میتونید تکثیر بکنید. کار بسیار ساده‌ایه، کار خاصی نیستش. ببینید به این شکل شمشادا رو اول هرس میکنید، میارید اینجا، بعد شاخه‌های اضافیشو میزنید. ببینید شما برای اینکه قلمه شما بگیره و مشکلی براش پیش نیاد، باید شاخه هایی که شما در واقع و برگایی که روی ساقه نگه میدارید خیلی کم باشه. اگر زیاد باشه، چون ریشه نداره، نمیتونه مواد غذایی برسونه، زود از بین میره و ریشه نمیگیره. به خاطر همینه که شما باید سعی کنید که شاخ و برگ کمتری رو روی اون قلمه‌ای که شما دارید میزنید نگه دارید. الان از این 2 تا قلمه در میاد که از وسط برش میخوره. خب حالا میرسیم به بسترش. ببینید ما بسترش رو ماسه در نظر میگیریم. ماسه به خاطر اینکه ماسه چون مواد غذایی خیلی زیادی نداره و یه جورایی تقریبا ضد عفونی شده است، ماسه بادی، به خاطر همین ما از ماسه استفاده میکنیم و ضمن اینکه رطوبت بسیار زیادی رو حفظ میکنه و اینکه زهکشی خیلی خوبی داره. یعنی به محضی که شما آب میدید بلافاصله از زیر گلدون خارج میشه، یعنی آب مازادی داخل گلدون نمیمونه که باعث پوسیدگی یا حالا اون قلمه شما بشه. به خاطر همین بهترین بستر برای قلمه زدن ماسه است. البته از کوکوپیت، پلیت میتونید استفاده بکنید اگر ماسه در دسترس شما نبود، ولی بهترین حالتش اینه که از ماسه بادی استفاده کنید. ماسه‌ای که خاک خیلی قاطی نداشته باشه. ما اینجا از ماسه خالص استفاده میکنیم، یعنی از کنار دریا میاریم و ماسه خالص استفاده میکنیم. توی هر یه دونه گلدون سطل 4، یعنی با دهنه 20، 15 تا قلمه جا میگیره که شما میتونید 15 تا تو هر یه دونه از این گلدونا بزنید. به این شکل شمشادی که الان میبینید این شمشاد سبزه. شما میتونید همه شمشادا رو، فرق نمیکنه زرد باشه ابلق باشه، همه رو به این روش قلمه بزنید. ببینید این قلمه ای که شما میبینید حدود 15 سانت کافیه تا 20 سانت و حدود بیشتر از نصفش ساقه باشه و بالاش خدمت شما برگ داشته باشه. دقیقا از این جایی که برش خورده و از روی بندهایی که اینجا هست شروع میکنه ریشه زدن و کالوس بستن و ریشه زدن. به این شکل شما میاری تقریبا 1/3 یا نصفش رو داخل ماسه میزنی و بهترین زمانش هم من خدمت شما بگم، بهترین زمانش توی پاییزه، اواخر پاییز و اوایل زمستون. شما میتونید قلمه ها رو بزنید. همه گل و گیاه ها رو تقریبا 90% رو که با قلم تکثیر میشه رو اینجوری میتونید تکثیر بکنید. انواع گل رز و شمشاد و خدمتتون عرض شود که و زمانی هم که ریشه میده توی بهار هستش، توی فصل اردیبهشت ماه که دیگه ریشه‌اش تقریبا کامل میشه که اون موقع میتونید از گلدون در بیارید، حالا یا توی زمین بکارید یا توی گلدون مثلا اصلی، حالا هر جایی که خودتون دوست دارید و نذارید بیشتر از اردیبهشت بگذره، به خاطر اینکه هوا گرمتر میشه و اینکه بعد از اینکه قلم‌ها رو در آوردید ممکنه آسیب بخوره. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم.